سال اسب بر شما نکو باد. در روایت اینگونه اومده که سال اسب میتونه سال بسیار پر فروغ و فروزی باشه، به خاطر اینکه اون سرعت و قدرت اسب رو کسب کار شما رونق میده. امیدوارم اینطوری باشه و اون زهر مار سال پیش از آن به شور ببره. اما اگر که رونق و فروغ داخل کارتون بشه و برندتون رونق بگیره، یک پرسش اینجا در میون میاد و اون که خود قیمت برند ما آیا تغییر میکنه؟ اساسا قیمت گذاری برند چگونه است؟ آیا دارایی‌های غیر ملموس یا اینتنجیبل اسید مانند برند شیوه قیمت گذاریشون مثل دارایی‌های ملموس ما هستش؟ آیا شرکت‌هایی که رو برند خودشون کار میکنن نباید شیوه‌هایی داشته باشن که بدونن این دارایی‌های استراتژیک غیر ملموسشون، استراتژیک اینتنجیبل اسیدز از جمله برندشون داره چه قیمت و چه جایگاه و پایگاهی هستش؟ اگه شرکتی میخواد خرید و فروش بشه، چگونه رو دارایی اصلیش به عنوان برند میخواد قیمت گذاری کنه؟ این موضوعیه که به اون خواهیم پرداخت.